احتمالاً این روزا اسم دیپسیک رو زیاد شنیدید. امروز میخوام درباره اینکه دیپسیک چی حرف بزنیم. امروز میخوام درباره اینکه اصلا دیپسیک چیه، چرا یهو انقدر معروف شد و اینکه چه فرقایی با هوش مصنوعی اوپن ای آی یا همون چت جی پی تی خودمون داره حرف بزنه. آره من یکم آماده ام تو این موضوع. امروز دفعه قبل آماده ترم حقیقتش برای اطلاعات داری. آره هم صحبتی بود یکم خداش چیز دارم. اول اینکه دیپسیک چیه؟ دیپسیک یه شرکت چینیه. فحش ترکی نمیتونه باشه حتی. بابا داداش اینقدر به این خندیدم این وقت الان این بامزه نیست دیگه بامزه نیست واقعا. آره دیپسیک شرکت هوش توسعه هوش مصنوعی چینیه که توی سال 2023 افتتاح شده و تمرکزش روی توسعه مدل‌های هوش زبانی LLM یا Large Language Model ها هستش که به صورت متن باز سعی کرده ارائه بده مدل هاشو و اینجوریه که همه میتونن استفاده کنن، رایگانه و داکیومنت هاش هست، آدم میتونن برن بخونن، حالا ازش یاد بگیرن، ازش به عنوان در واقع تو کار خودشون ازش استفاده کنن و همین بهش میگن متن باز یا اوپن سورس. حالا اینکه چرا یهو معروف شد، دیپسیک یه فرق خیلی اساسی با چت جی پی تی داره، اونم اینه که در وهله اول خیلی با بودجه کمتری از هوش مصنوعی جی پی تی من دیدم که توسعه‌اش دادن. من خوندم اینجا که با 96% کمتره بودجهش. من دقیقش بهت میگم. حالا یه چیزی یادم بنداز بگم اضافه کنم به موضوع، این که یه آقای ایرانی اومده هوش مصنوعی معرفی کرده. آره دیدم. دیدی؟ آره بذار اونم راجع سوال. آره چیزی بگو حالا میپردازیمش. حالا مقدار دقیق این پولی که در واقع بودجه‌ای که سرمایه‌گذاری کردن حدود 6 میلیون دلار بوده برای دیپسیک که در مقابل هوش مصنوعی دیگه که یه اشاره نکنم فاندی که آمریکا به اوپن ای آی داده حدود 250 میلیارد دلاره در مقابل 6 میلیون دلار. خیلیه. حلالشون جدی. خیلی عجیب غریبه. ببین چیزش هم حالا میرسی قطعا بهش، این که پرفورمنسش هم پایین‌تره حس می‌کنم. نیست؟ به حال کمتر توسعه شده. آره. در زمانی که البته چیزی هم مثلا چت جی پی تی 2 سال من تو داریم استفاده می‌کنیم، 1 سال من تو داریم راحت استفاده می‌کنیم ازش. می‌بینیم که چند وقت اومده اصلا این داستان دیگه است. آره. نه مثلا شاید 1 سال دیگه یوزر بیس بزرگتر داره، دیتایی که یوزر جمع کرده خیلی بیشتره چت جی پی تی. آره دقیقاً درست. آره. ایناش هم باید در نظر داشته باشیم. و دیپسیک توی 20 ژانویه 2025 یه مدل جدید معرفی کرده که بهش میگن مدل R1 که مثل مدل O1 اوپن ای آی و جفتشون مدل‌های ریزنینگ ان، مدل‌هایی که فکر می‌کنن بعد جواب میدن. اینجوری نیستن که بخونن کل چیزو، یعنی تیکه تیکه بخونن بعد جواب تو همون موقع جواب تو بدن. اینجوری که میخونه، فکر میکنه به چیزی که بعد انجام بده، بعد جواب تو بده تازه. درسته. و حالا یه فرق دیگه که با جی پی تی داره اینه که خب گفتم که متن‌باز بزرگتر، رایگانه و اینکه میتونید حتی روی کامپیوترهای خونگی مدل‌های کوچیکش رو نصب کنید. کوچیک‌ترین مدلش بوده 1 گیگ و 400 اشتباه نکنم، فکر کنم حدود 10000 توکن، 100,000 نفهم 10,000 توکن داره. یه خیلی مدل سبکی راحت مثلا روی جی پی های خونگی هم سوار میشه و اینکه حالا خیلی ارزون تره. حالا یه دیتا شیتی ارائه داده بودن خود اوپن ای آی، خود دیپسیک، اینپوت و اوتپوتی که وارد میشه و گرفتنش رو نوشته بودن. مثلا اگه اشتباه نکنم اینپوتش نزدیک $2 خورده‌ایه، نه اینپوتش 14 سنت، اوتپوتش $2 خورده‌ای، در مورد مثلا اوپن ای آی که $10 $20 تقریبا میشه. چیز چت جی پی تی این نسخه فورومینیشه که الان پولیه، یکیش هست که پولیه، اووان پولیه که فکر کنم 30 تا پیام بیشتر نمیشه که دقیقه. فورمینی هم همینه. نه حالا آخریش که الان چیزه اون هیولاس واقعا کی اووان آخریش کار کنه مثلا اسمش یادم نمیاد، واقعا هیولاس، یعنی تو استفاده و اینا هر کاری بگی میتونه انجام بده. آره خیلی ابزار پیشرفته اوپن ای آی. مثلا برای دانشگاه چقدر به درد میخوره، خیلی خوبه. من میان ترم دادم با چیز با همون رایگانش یه چیز داره، الان 3 تا عکس میتونی بفرستید، 3-4 تا. آره اونش هم خوبه، ولی من نمیدونم چرا، شاید ربطی داره نداره. من چیزی که رو لپتاپ امتحان کردم، رو ویندوز امتحان کردم، راحت‌تر پاسخ میده، راحت‌تر عکس‌ها رو میخونه تا گوشی.
نمیدونم چرا. اون بخاطر ایران هم هستیم شاید. آره اون که اصلا مثلا نمیدونم چرا اینجا مثلا من رو گوشیم فقط با چیز اسمش نمیگم، با یه چیز خاصی کار. آره چیز آمریکا کار میکنه. چیز آمریکا کار. بله لوکیشن آمریکا. نه گفتم شما کلمه رو بگیم بد باشه. نه دیگه وی پی ان چیز بدی نیست واقعا. من نمیکنن غیر قانونی نیست. خب اوکی. حالا چرا ارزون تره؟ یه فرق اساسی داره آروان با اووان. آروان یک میکسچر آف اکسپرت بهش میگم اسم مدلشو. اینجوریه که اگر که ما مثلا 10 تا دایرکشن داشته باشیم، ChatGPT میاد کل این 10 تا رو دنبال اون کلمه‌ای که بهش دادیم میگرده و بعد از اونها میاد یه سامری میده و به ما جواب میده. حالا هوش مصنوعی‌ها رو کلا اینجوری ساختنشون که مثل مغز ما تقریبا کار میکنن، رشته‌های نورونی که به هم متصل هستن. حالا مثلا تو بگی سلام، تو ذهنت خداحافظ شاید تداعی بشه. خب اون هم همینو در واقع داره. حالا با الگوریتم‌ها و چیزای خودشون که حالا خیلی هم خفنه. راجع به ارزون بودنش من چیزی که شنیدم اول همون بود که گفتی مثلا نسخه چیزشو میتونی داشته باشی رو سیستمتون که بگم چت جی پی تی اینجوری نیست. نه نمیشه اصلا. آره چون رو جی پی یو های انویدیا سواره. راجع به اینا صحبت می‌کنیم. آره راجع به سهام انویدیا اونا بحث از در باشه. خب بریم جلو. خیلی مشتاقم. حالا اگه من بخوام خیلی من خیلی آدم حرفه‌ای نیستم و اینم یه اطلاع بودی، حالا خودم چون علاقه من بودم این حرفو جمع کردم. اگه دوست دارین خیلی بیشتر بدونید که این چجوری کار میکنه، جادی چند روز پیش یه دونه ویدیو داشته که کامل توضیح داده بود که حالا این رشته‌های نونی و ام او ای ها رو اینا همه رو توضیح داده بود. حتما اونو ببینید اگه دوست دارید خیلی تخصصی تر درش اطلاعات جمع کنید. حالا من یه خورده خیلی خلاصه توضیحش میدم، دوست داشتید کاملش میتونید اونجا بشنوید. یه فرقی که با جی پی داره همین مدلی که بهتون گفتم اینه که وقتی پرامپتو بهش میدیم کلمه جدا نمیکنه. مثلا بابا آب داد رو هر کدوم جدا نمیکنه و توی توکناش بگرده پیدا کنه. کل جمله رو میگرده و پیدا میکنه. ولی یه فرقی هم داره این میکسچر آف اکسپرت. خب فرقش اینه که مثلا یک جمله تخصصی که من بهش میگم مثلا درباره آشپزی، دیگه نمیاد اطلاعات نجوم و اطلاعات مثلا چه میدونم ریاضیات و همه رو بگرده تا یه جواب به من بده. فقط خودش رو محدود میکنه به محدوده اطلاعات مال آشپزی. پس یعنی میتونیم بگیم سریع‌تر از جی پی تی یا نه؟ ارزون تره چون لازم نیست اون همه پروسس انجام بده. اون همه دیتا رو کمتری استفاده میکنه، مموری کمتری استفاده میکنه، از حالا جی پی های کمتری لازم داره برای انجام دادن این کارها که خب خیلی خفن تره. هم ارزون تره، همین که احتمالاً جوابای دقیق تری هم حتی بهمون بده تو بعضی از مسائل. آقای ترامپ که دیدی چی گفته بود؟ میگفتش که یه زنگ خطریه این دیپ سیک برای ما. حالا در واقع من توی اون قسمت تهدیداش آره توی ضررهای اینا این خورده حرف دارم دربارش. و اینکه حالا هوش مصنوعی که اوپن ای آی توسعه داده با کارگرافی انویدیا H1000 اگه اشتباه نکنم توسعه داده که آمریکا اینا رو تحریم کرده، به کشور دیگه نمیفروشن. این قاچاقیه. اگه مثلا کارگرافی که اینجوری بخوای بخری کارگرافی ضعیف‌تری میفروشن، مثلا H800 اگه اشتباه نکنم میفروشن که این مدل آروان دیپ سیک رو هم با همین این بازم مال انویدیاست. این بازم با ساخته خودشون نیست. نه ببین تو میتونی فورتنایت رو لپتاپ بازی کنی، کانتر هم بازی کنی. خب اینکه اون چقدر ریسورس فرموده میگه چقدر ریسورس فرموده متفاوته دیگه. منظورم بود که کارت گرافیک این کارت گرافیک این جی پی یو هایی که دارن گرافیکایی که دارن مال خودشون نیست، بازم مال آمریکاست. نه مال انویدیاه. مال انویدیا. همش مال انویدیاه. فقط انویدیا تقریبا داره کارت گرافیک خفن درست میکنه و که برای این کار مناسب باشه. آره. حالا چیپستاشو درسته تو تایوان و اینجا تولید میکنن، تو خود چین تولید میشه، ولی مال آمریکا تقریبا بخاطر چیز بلایی که سر انویدیا آوردن خیلی عجیب بود. این دیپ سیک سهامش شد خیلی گفتن که یک کاری که با انویدیا دیپ سیک با انویدیا کرده رو انویدیا چندین سال پیش با خریدن شرکت آرم کرده. آره آرم خرید. آره میگن اون کاری که کرده اون بازار رو خودش همونجوری برده بالا همونقدر. آره و یه به هم حدودی همون مقدار با این اتفاق دیپ سیک اومده پایین.
آره. و اینکه دیگه چیزاشو بگو برامون، از ضرراش بگو، نکات منفیش چیه؟ نه لازم چیزی یادم رفت. یه چیز دیگه هم که داره روی ترین دادن آروان اینجوری نبوده که هوش مصنوعی کلا اینجوری پرورش میدن که سوال ازش میپرسیم، فلسفه‌شو بهش میگیم، جوابم بهش میگیم. حالا اون نسبت به اینها جوابای دیگه هم، سوالای دیگه و جوابای دیگه هم بهت ارائه میده. توی آروان برداشتن فقط سوال بهش دادن، جواب بهش دادن. اینکه این بعد چیکار کنه، چه مسیری رو طی کنه رو بهش نگفتن و اینجوری ترینش کردن. مثلا مثل یه بچه‌ای که مثلا بهش نگفتی اول یه پاتو بذار، حالا اون پاتو بذار، حالا راه برو. گفتی بغلش راه رفتی، یاد گرفته که خودش راه بره. آره. این یه فرق بزرگی دیدم که داره. حالا نکات منفی هم داره. این خیلی سرساده کرده بود. هیچ این بود که خیلی سانسور شده است درباره اتفاقات تایوان، در واقع کلا چین و تایوان، هر چیز سیاسی. آره دیدی که این آسمان آبیه. آره. تکرار کن تایوان یک بخشی از جمهوری خلق چین است که نمیتواند نمیدونم فلان اینا. آره. بر اساس قانونش اینا خیلی سانسور شده است درباره اتفاقات چین. حالا کاری که کردن همه حرفا که منطقی از یک کشور کمونیست واقعا اوکیه، یعنی چیز عجیبی نیست. ولی اصلا دیپسیک الان بحث مهمی نیست. مهمه که میشه با قیمت خیلی خیلی ارزونتر یک هوش مصنوعی پرورش داد که با 2.5 میلیارد دلار پرورش دادن. آره این خیلی میتونه رقابت کنه با اون. اینکه میتونه رقابت کنه خیلی عجیبه. آره اصلا همینش مهمه. برای همین اینقدر چیز شد، همین اینقدر سر و صدا کرد. و حالا یه چیزی هم که دربارش میگه اینه که خودشو به اشتباه به عنوان چت جی پی تی معرفی میکنه و میگه من ساخته اوپن ای آی ام، که اینو حدس میزنن که احتمالاً از دیتاهایی که چت جی پی تی جواب داده ترینش کردن. مثلا همون داداشمون که اولش می‌خواستم بگم الان مثلا آره اصلا بگم حالا بگو الان. آره یه داداشمون مثل که یه هوش مصنوعی تولید کرد به نام ریت، اسمش ریت فکر کنم. آره بعد نمیدونم یه جوری پرامپتاش لو رفته بوده و بهش گفتن که آره نگو من چت جی پی تی ام و از اوپن ای آی پاور شدم، پاورد بای اوپن ای آی نیستم، نگو اینو. و یه جوری داره قالب میکنه به مملکت که آره من خودم هوش مصنوعی درست کردم. و نمیدونم یه نفر اونجا پیدا نشده بپرسه که با کدوم زیر ساخت، اصلا چه جوری، اصلا با کدوم جی پی یو از کجا آوردی، دیتابیست کجاست، به ما نشون بده دیتابیس تو. دیتابیس هم آمریکاست داداش، انویدیا گذاشتیم، H1000 گذاشتیم و داره میفروشه. فکر کنم داره پول کاسبی هم میکنه. همونجا شورای ملی فضای همینا تصمیم میگیرن برای چیز، برای فیلترینگ. آخه یکی خداوکیلی که اونجا به این آدم میگه داداش خب الان ریسورس تو از کجاست واقعا؟ یکی اصلا من که اصلا رشته‌مون نیست، ولی مثلا یه نفر کامپیوتر نخونده بود اونجا. همون یه خبرنگارن. نه اصلا یه آدم انقدر بی سواد برای چی اونجاست؟ همون اصلا چرا بعد اونجا باشی؟ اگه وقتی راجع به این موضوع اطلاعات ندارید برای چی تو شورای به قول تو ملی فضای مجازی دارین کار میکنید؟ چرا حضور دارین؟ باز یه چیزام نمیدونم، یه نفکم شورای جدید دادن، وزیرخونه وزارتخونه جدید زده بود برای مصنوعی. آره اگه کار کنه که خب خوبه. آره من مشکل ندارم که کار کنم. من میگم کسی کاسبی غلط بهشون نفروشه به نظرم. کسی کلاشی نکنه سر مملکت. وقتی که میشه یه چیزی مثل دیپ سیکو خودتون درست کنید قطعا میتونه کشور به نظرم. آره بابا ریسورس هایی که مملکت داره، قاچاقچی که هست خدا شکر اینجوریام میاد، نگران اون نیستیم. بعد ریسورس مملکت داره، نخبه مملکت خیلی زیاد داره به نظرم. این میتونه آره بابا کاری کنه که اینا بسازن. اگه بخوایم چیزی درست کنم واقعا میشه. ما میتونیم. آره واقعا فاند 6 میلیون دلاری همین بذارم پاش واقعا کار در میاد. حالا درسته جی پی 2 کارت گرافیک مثلا اووردن کار سختی ها بعد قاچاق باشه، ولی بازم میاد. اونم خیلی چیزا میاد اینم روش دیگه. آره حالا همون که از اول بحث روش زدیم ضرره که به انویدیا زدن، تهدیدی که برای آمریکا داشتن و ضرری که به خود اوپن ای آی زدن. حالا یه مقیاس بخوام بهتون بدم، حدود 17% از سهام انویدیا در واقع افت کرده که حدوداً میشه 600 میلیارد دلار. 600 میلیارد دلار. اگه دوست ببینید این چقدر میشه، درآمد خالص مملکتمون تو سال 2017 93 همت بوده، 93 میلیارد تومان. با دلار 80 تومانی امروز 1 میلیارد و ماشاءالله 162 هزار دلار.
600 برابر کل درآمد خالص مملکت فقط تو یک روز ضرر کرده. محمد بهش اینقدر ضرر کرده. آمریکا چیه واقعا؟ ببین چقدر گندن، چقدر مهمن. و حالا ضرری که به اوپن ای آی زده این بوده که خب یارو به جای اینکه از اوپن ای آی ماهی $200 پول بده اشتراک بخره، برمی‌داره خب اون استفاده میکنه دیگه. الان رایگان اون اشتراکش. آره اصلا اشتراک نداره، رایگان همش همینه، همش رایگان. خودمش میگم خیلی بهتره که. و توی چارتایی که داده بودن اینجوری بود که توی بخشای ریاضی بهتر اوپن ای حتی عمل میکنه. آره من یه مدل انیمیشنی دیدم، نمیدونم شما هم دیدید یا نه، یه 5 زلی بود 6 زلی بود، یه دایره قرار بود توش باشه تکون بخوره بچرخه، 6 زلی میچرخید، دایره قرار بود با توجه به قوانین گرانش طبیعی باشه انیمیشنش. بعد اونو چت جی پی تی خوب در آورده بود، چی دیپ سیک ریده بود حقیقتش. اونو ببینم خیلی توسعه اونجوری داده باشن، نمیدونم مثلا ازش درخواست کردن چنین چیزی بسازه، اونم مثلا شاسکول بود تو موضوع خیلی. ولی من چیزی که خوندم حالا دارم میگم، خودم امتحان نکردم بسش میگم توی مسائل ریاضی و توی کدینگ یا کد نوشتن خیلی از وقتا بهتر از. آره منم خیلی من صرفا اکانت ساختم در دیپ سیک و سوالای عادی و سالم و معمولی پرسیدم، یعنی امتحانش نکردم، تست نگرفتم ازش که ببینم اون سریعتر عمل می‌کنی این. حالا من فارسیشو امتحان کردم، فارسیش میزنه، خیلی فارسی خوب جواب نمیده. آره گرامری اشتباه داره، خیلی خیلی درست جواب جمله بندی درست نمیکنه. حالا اونم منطقیه فارسیه. ولی آخه البته این موضوعی که هست به نظرم چت جی پی تی تاریخش بیشتره دیگه، هیستوری که داره اصلا بیشتره. من خیلی 2012 چت جی پی تی فکر کنم، نمیدونم من. ولی خب به نظر من بره جلوتر میتونه چت جی پی تی رو بگیره، چت جی پی تی رو بزنه حتی. نمیدونم، دارم پیش بینی خودم میگم. آره اگه توسعهش بدن احتمالش هست. ببین مردم خوششون میاد نه چقدر استقبال میشه ازش تو استفاده مردم. ولی حالا اون چیزی که خود آمریکا، دولت آمریکا رو در واقع تهدید کرده بود که حالا ترامپ هم گفته بود، این بود که آمریکا یه سلطه عظیمی بر مصنوعی داشت. آره هوش مصنوعی خفن دنیا همشون آمریکایی بودن، حالا اوپن ای آی همشون بالاتر در صد کار. وقتی هم چیزی بیان میشه، یعنی ما که با درآمد خالص $1 میلیارد هم میتونیم با 6 میلیونش یک هوش مصنوعی توسعه بدیم که حالا برای خودمون باشه، برای خودمون کار کنه، کشورهای دیگه هم میتونن این کار رو انجام بدن. این سلطه رو میگیره ازشون، آمریکا رو ازش میگیره، سلطه تکنولوژی رو در واقع داره از بین میبره که این خب باعث ضرره. اون که حالا همونجوری که در واقع خوب کار میکنه، این بعد جهات خوب کاربرد داره، در جهات بد هم کاربرد داره. حالا میتونن باش اسلحه نظامی درست کنن، میتونن ترین کنن اسلحه ها رو. یه چیز بگم، یه مطالعه کردن نشد که اسرائیل مثلا خیلی استفاده میکنه از خب چیزا توی جنگ، از هوش مصنوعی خوب دیولپ کردن و استفاده میکنن. همون آیرون دومشون همینه دیگه. نه بعد تو حملات من بیشتر دیده بودم. اونم هست واقعا، استراتژی درست پیچیده‌ای میتونه ارائه بده که مغز آدمیزاد نمیرسه. این خیلی چیز بزرگیه که مثلا آمریکا داشته باشه بقیه کشورها نداشته باشن. آره بخواد یه کاری انجام بده خیلی سریعتر میتونه. دقیقاً میگم اگه ما هم چنین چیزی داشته باشیم خیلی میتونه اصلا لازم نظامی مملکت رو بکشه بالا. آره تو هر چیز توسعه و اینا هم سر جاش میتونه کمک کنه. یعنی در واقع ترس آمریکا بیشتر از اون از دست دادن سلطه است تا ضرر مالیه. مثلا خیلی کشورها هستن که مثلا خب وقتی آمریکا ساخته، چین هم تونسته، چین هم میگه خب ما میتونیم، همه جای دنیا میتونن. آره کلی کشور دیگه هستن که پتانسیلش دارن مثل ما و میتونن بسازن. آره چند وقت تایمی بذارن و خیلی کوتاه برسن، اصلا ارائهش هم ندن به دنیا، یعنی برای خودشون نگرش دارن. حالا برای کار توسعه نظامی، توسعه پزشکی، هر کاری میخوام بکنم من میدواشون بکشم بالا. میگم کاش ما هم این داستانا داشتیم، کاش آره میرسیم بهش. دیگه چی داری برامون؟ دیگه این که حالا گفتم بودجه کمتر و تراشه‌های ضعیف‌تر و این حرفا با تعداد تراشه‌ای کمتر یعنی حتی توسعه دادنش، یعنی در مقابل فکر کنم مثلا در بدای 100,000 تا تراشه مثلا با هزاران تراشه درستش کردن. اینم خیلی
چیز بزرگی که حتی با تراشهای ضعیف‌تر هم انجام شده خب خیلی خفن‌تره. در کل این بود و من یه جمع‌بندی میخوام بکنم، این که به نفعمون شد در واقع اینو بخوایم حساب کنیم. اگر مملکت ما یه جوری بود که مثلا شرایطش داشته باشه میتونن برسن به اون. ببین شرایطشو میتونن درست کنن. آره. اگه بخوان انجام شدن ولی میتونن به عنوان یک چیزی که میتونه در مزا باشه برای کشور انجام آره شدن. مثل اوپن ای آی که داره. واقعا آقا رو فقط کارش بکنن. اونو آره کارش بکنن. برون بالا. حالا من اگه اشتباه دیشب پریشب دیدم من آقای جرجندی من همون دیدم جرجندی. آره محمد جرجندی. جرجندی نشم نگاه می‌کردم توش توضیح میده که این چیکار داره این حرفو. خیلی کلا همیشه داره هرس می‌خوره جرجندی. ولی خب خیلی جالب بود تو درباره موضوع. آره. بعد دیگه خب الان چرا مثلا آقا که سوادشو داره می‌بینی کمتر به جاهای درست رسیدن که بتونن جلوی جرجندی. آره مثلا جلوی آقا کلاشه رو مثلا چرا منظورم که نمیگم خودش، مثلا میگه یکی مثل این خب هزار تا آدم هست واقعا که سواد زیاد داشته باشن و اطلاعات بالا. آره خیلی جالب بود این قسمت و دیپسیک کلا اینکه میتونن کل آمریکا رو بخوابونن جالب تره با نمکه. آره اینکه میتونن جلوی قول آره میدونی با فاند آره فاند انقدر با توانایی مثلا مالی و اینا انقدر به نظرم جالبه. آره. و لوکینگ فوروارد برای اینکه ببینیم که چیکار میکنن. به نفع ما در آخر سر، یعنی نفع ما یوزره. آره چون رقابت میشه دیگه، اینکه تعداد زیاد شه الان میخوان دیگه خودشونو بکشن بالا. آره. الان دیگه به قول تو سلطنیست برو دنبال اینه که ببخشید می‌خواستی حرف بزنی؟ نه بگو. آره دنبال اینه که فضای رقابتی رو انجام بده و هی بهتر کنه که تو یوزر ما یوزر بریم مال اون انتخاب کنیم نه اون یکیو. آره خیلی دیتا میگیرن اینا. خیلی داشتم تایمی به این فکر می‌کردم. دیتا از ما دیگه. آره دیگه. آره. هرچی میپرسیم مثلا راجع به رشته‌ت مثلا درس دانشگاه میدی، خب رشته‌ت رو قطعا گفتی بهش دیگه. درسایی که داری این ترم هم حتی میدونن تا حدودی. دیتا ازمون دارن 100%. مثلا حالا جدا مثلا دیتاهای بیسیک مثلا اینکه مثلا چند صدا تو دارن. آخه دیدی بودی میگفتن یه مدت گفتن که اپل آیفون با گوشی آیفون و اینا با سیری صدا تو میگیره، با نمیدونم چیز فیس آیدی چشماتو میگیره، میخوان چیز ازت کلون ازت بسازن، مثلا میتونن بسازن اگه مثلا یه سری داده ها واقعا ارزشمند نیستن که بخوان. آره مثلا داده من بچه درد بخوره، داده منو تاش میتونن باش مثلا تبلیغات بدن بهم. من که آدم معمولی ام مثلا ته سودشون همونه. آره. حالا در کنار این که ممکنه ازش به عنوان برای فیشینگ و اینا استفاده کنن. آره اگه لو بره داستان میشه. آره مثلا فیسبوک و اینا که چند بار چند سال پیش تلگرام بود شده بود، واتساپ بود شماره را در رفته بود توش. آره شماره اطلاعات بیسیک رفته بود من یادمه. تایم اینجوری شده بود، نه حالا کدوم پیامرسان بود یادمه، ولی واتساپ کلا به این معروفه که دیتا کاربراشو میفروشه. ثبت احوالم یادته یه مدت دو رفته بود اصلا هک شده. آره خیلی عجیب بود. سرچ کنی پیدا می‌کنی. آره اصلا انقدرم تو دست من نمیدونم این خیلی وحشتناکه خدایی. ثبت احوال واقعا خطرناکه جدی. کد ملی دست یه ملت باشه میدونی، کد ملی اسم پدر اسم مادر رو دیگه، جایی که زندگی می‌کنی، جایی که به دنیا اومدی، همسر، بچه، یکی صیغه کرده نمیدونم یکی فلان کار کرده، نه همه زندگی مثلا تو اینترنت هست الان. آره بعد 70 مگ مثلا. آره یه چیز عجیبه، یه اکسل بود مثلا یادمه. آره یه مدت و خیلی ریخته بود. چیز عجیبیه کلا. ولی آره امیدوارم که بشه بیشتر توسعه بدن و این فضای رقابتی بیشتر بهمون کمک کنه. آره دیگه به نفع ما خیلی میشه، هم که ارزون‌تر میشه. ایش نکنم اوپن ای گفته بود که جی پی تی 3 رو رایگان کرده اگه اشتباه نکنم. آره این خیلی خوبه. آره یه چیزی که ببین این کارو خب میکنن، یه نسخه جدید دارن میکنن، یه دونه قبلیشو رایگان میکنن. نه دیپسی که اومد از ترس اینکه مشتری دست بدن این کارو کردن، کلا در واقع یوزر دست بدن این کارو کردن. البته اگه به من بگی من از دیپسیک دارم طرفداری میکنم که چون تازه داره میاد بالا، به نظرم میتونه به جای خوبی برسه. من کلا از هر چیز نوپا و موفقی حمایت میکنم به طور کلی. ولی بگی از خودم بگی کدوم استفاده میکنم، چت جی پی تی استفاده میکنم فعلا. تراستم انقدر بالا نیست به دیپسیک که بتونه مشکلاتم حل کنه.
خب اصلا چت جی پی تی خیلی چیز بیشتر داره. آره فعلا الان من خیلی بیشتر اعتماد دارم به چت جی پی تی برای مثلا کارهای روزمره و اینا. آره چون هر قسمت‌های جدیدم داره دونه دونه اضافه میکنه. آره تو این نسخه‌ای که ما داریم مثلا سرچ وبش فکر کنم نبود، نمیدونم اضافه کرده. این برین استورم که با هم استفاده کردیم هست. آره چیزای جالبی داره. آره کلا چیزایی که بهت ارائه میده چیزای من چیزی دیدم خیلی باحال بود. یه بار همین برای برین استورم ازش استفاده کردم ولی نزدم برین استورمو. همون عادی گفتم آره یه فلان بنویس برام. یه صفحه جدا وا کرد بغلش، خودش حالت برین استورم گرفت. تو مود برین استورمش رفت. این خیلی باحاله. خب دیگه یه مال پرام انجینیرینگ قوی اومد. آره حالا نمیدونم دیپ سیک داره اینا یا نه. فکر نکنم داشته. چیز کوپایلوت اینا رو ازش اطلاع داری که چجوریه؟ کوپایلوت که مال مایکروسافته. آره یه اوپن ای آیه، چت جی پی تیه. مایکروسافت خرید یه بخشش اشتراک اوپن ای آی خرید، یه بخش اوپن ای آی رو اوپن ای آی همون جی پی تی خودمونه، یه خورده ارزان‌تر و یه خورده این جنریتد عکس تو خود چت جی پی تی اونقدر قوی نیست. جنریت تصویر اونقدر به نظرم. چرا دال 3 دال ای است. آره دیدم. آره دال ایه قویه. آره. من خیلی نفسم موافقم با استفاده کنم. پرامپش خیلی مهمه. اون پرامپی بهش خیلی اهمیت داره. حالا میجرنی خیلی خفنه. آره میجرنی فوق العاده است. بعد روی کامپیوترها معمولا چیز استفاده میکنن، خودشون نصب میکنن، استیبل دیفیوژن استفاده میکنن. استیبل خیلی خفنه. خیلی خیلی خفنه. این لحاظ که اوپن سورس مدل های زیادی براش وجود داره و خب دیولپرهای مثلا کوچیک هم خیلی توسعهش دادن. خیلی خفن تره همشونه. الان خیلی چیزی که از هوش مصنوعی مورد علاقه من که اولا تو ایران هم داره زیاد میشه. یعنی من تو پروژه مختلف آدم مختلف میبینم که مینویسن مثلا مسلط به هوش مصنوعی مثلا تو هر زمینه که دارن، یا جنریت عکس یا ویدیو یا مثلا محتوا. اینا برای تولید محتوا به نظرم جالبه، میتونه خیلی کمک کنه و خیلی استفاده کنه. پیک جدید دنیاست. آفرین. آره پیک به معنی ببین یعنی خیلی موج جدیدی ترنده بیشتر. نه یه موج جدیدی مثل اینترنت دوی که اومد کل دنیا رو گرفت، یه مثلا گوشیامون که اومد کل دنیا رو گرفت. این یه موجی که داره کل دنیا رو میگیره. الان جی پی تی که مثلا جی پی تی هوش مصنوعی که ما الان داریم مثل نوکیا 1105 اون موقع است. این اینقدر هنوز پیش پا ضعیفه. حالا فکر کنم مثلا 10 سال 12 سال چه بگذره به چیزی که الان مثلا گوشیامون هست برسه. ترسناکه حاجی. این بیشتر از اینه که مثلا یه تایمی هم یه مقداری هم برام ترسناکه حقیقتش. این چیزایی که خیلی آوردن این صحبت میتونیم بکنیم باش باحاله، حال میده. آره اون جالبه ولی اونم صوتی، اون خیلی صوتی داره مثلا. درست نمیفهمه چی میگی. نه مال تکست اسپیچ فارسیه. مال فارسیه. فارسی. کلا همینه. مثلا که سر از پرامپت هایی که میدیم به چت جی پی تی، حالا پرامپت نیست بیشتر داریم توضیح میدیم. واقعا مثلا برای یه موضوع شده مثلا 4 5 خط مینویسم این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو نکن، مثلا فلان کارو نکن تا بالاخره میرسیم اون چیزی که میخواد. میخوای ازش. باید گرفتن خیلی کمک کننده باشه. مثلا الان که حالا یه موجی شروع شده. دقیقاً ببین این خیلی خوبه. اگه بیافتی توش آفرین خیلی در آینده یه ادوانتیج داره نسبت به بقیه. دقیقاً اینکه هوشمند باشی بری دنبالش بتونی برسی به سطح بالاش که اگه هر چقدر این دیولپ شد تو هم باش دیولپ شی بتونی استفاده حد اکثری بگیری ازش. تو کار خود ولی به هر نحوی میتونی نجار باشی، میتونی معلم باشی، میتونی استاد باشی. خوبه این خیلی خوبه. تو هر موضوعی به کار میاد خیلی خوبه. مثلا حالا جدا از درس و دانشگاه کار و اینا، مثلا دکترم میرم بعضی اوقات مثلا میخوام اینم فلان دور برای چیه، عکسشو میگم برای چیه. آره توضیح میده. بعد یه چیز جالبی بود. ببین من داروی طرف فارسی نوشته طرف انگلیسی. طرف فارسیش همون روبرون بود، همون عکس فرستادم براش، تقریبا همون نوشتاری که روش بود و گفتم چیز جدیدی بهم نگفت. گفتم این چیه برای چیه؟ گفتش آره اینه همون توضیحی که روش نوشته بود. مثلا نوشته بود که از دسترس کودکان دور باشه، یعنی بولت نوشته بود، همونو برام نوشته بود با بولت. بعد برعکسش هم انگلیسی شد نوشتم و گفتم این برای چیه و اون موقع بهتر عمل کرد. بهم گفتش که مثلا برای چه میدونم فلان زخمه اینجوریش میکنم اینجوریش میکنم. بهم توضیح داد. اینه که تو عکس خوندن فارسی هنوز یکم ضعف داره. کلا فارسی خب چیزی نیست اونقدر. آره متاسفانه. خب نه متاسفانه نداره. خب کمیم.
کم نیستیم بابا، چندی میلیون نفر. یه سری زبونایی داره پشمات 100 میریزه به میلیون خدا. نفر تهش الان چند نفر انگلیسی بلدن؟ آره انگلیسی قطعا بیشتره. و این مثلا سوالم اینه که مثلا تو عربی هم جوریه، شاسکول میزنه مثلا تو عربی و چون اسپانیش و فلان و اینا. حالا شاید اسپانیایی آره اسپانیش بیشتر خیلی زیادن. آره. یا مثلا چینی شاید نه، ولی آره. فارسی و عربی و مثلا شاید مثلا زبانایی که اونقدر آدم‌ها بهش گویا نیستنش، مثلا تایوان یه بخشی از چینه یا نه آخه من نفهم. از دیپسیک بپرس. ببندیم این قسمتو. آره خیلی قسمت مفیدی بود و خیلی انشالله که آره امیدوارم انشالله که استفاده کنید، دوست داشته باشید و به درتون خورده باشه. بله خیلی مشتاق هستیم برای قسمت‌های بعد. تا قسمت‌های بعدی نظرتون حتما برام بنویسید، لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. خدا نگهدار. دست